سرچ کنی لازم نیست بری در سایت گوگل اونجا سرچ کنی. در سایت خودتون شما گزینه سرچ رو از کاربر میگیری، ریکوست میفرستی برای گوگل، جواب میگیری، جواب اونجوری که بخواید میگن وب سرویس. خود یاهو خیلی از وب سرویس ها رو ارائه میده، سرویس های هواشناسی، سرویس های فرض کنید قیمت بازار بورس و سکه و انواع اقسام مثلا ارائه میشن، هیچ مشکل نداره. الان مرجعی برای نامگذاری و فروش یا به عبارت عرضه اینها فقط همون UDDI که همه سرویس‌ها تو اونجا مثلا باید معرفی بشن و استفاده بله ببین اون یه مفهوم UDDI. شما در اینترنت میتونید کلمه عنوان وب سرویس رو سرچ بزنید. وب سرویس رو سرچ بزنید و سرویسایی که اونجا هستن به شکل‌های مختلف، مثلا حالا سایت‌هایی هستن که اون ارائه میدن. ببین UDDI یه رجیستریه، یه مخزنه. حالا این مخزن برای اینکه اطلاعات به شما بده میتونه یه سایت طراحی کنه که شما خیلی راحت برید اونجا سرچ بزنید. اون سایت یه واسطه. UDDI یه ریپوزیتوریه، یه منبعه. اون ما میگیم UDDI باید لازمه باید باشه، اما چگونگی پیاده سازیش حالا به وسیله یک سایت اینترنتی یا حالا هر چی، یک کتابی، یک کتابچه راهنمایی، حالا هر جوری ارائه اطلاعات میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض خسته نباشید یک سوال کوچیک ارتباط بحث معماری سازمان با SOA رو یکم دقیق‌تر اگر ببینید ما بعد معماری سازمانی گفتم یه بار دیگه براتون میگم. اول ما در معماری سازمانی می‌خوایم سازمان از بالا به پایین از دیدگاه بالا مدل سازی کنیم، مدل‌های بیزینسی، فرآیندهای کاری، بعد بریم سیستم‌ها، مدل‌های سیستمی، دیزاین، پیاده سازی و اجرا. نهایتاً می‌خوایم چیکار کنیم؟ می‌خوایم یه سازمانی که هیچ منبع اطلاعاتی نداره، اطلاعاتش ساکنه، تبدیل کنیم به یه سازمانی که تمام واحداش با هم ارتباط دارن، اطلاعات درش گردش داره. ولی مشکلی که داریم اونجا اینه که شما نمیتونید یه اپلیکیشن یک پارچه برای کل یه سازمان، مثلا فرض کن یه وزارتخونه بزرگ بخری بذاری اونجا که این اپلیکیشن که برای وزارتخونه مثلا فلان خریدی همش یه شرکت ساخته باشه و یه پلتفرم، یه تکنولوژی داشته باشه و همه مشکلات حل کنه. عملاً مجموعه‌ای از سیستم‌ها رو داری. حالا این مجموعه‌ای از سیستم‌ها که فعلا داری و ایجاد میشه چجوری با هم اینتگریت بشه؟ از طریق SOA. در حقیقت شما وقتی معماری سازمانی انجام میدی، SOA رهیافتیه برای اینکه بتونی یک پارچه سازی اپلیکیشن ها رو انجام بدی. پس تو برنامه‌ریزی معماری سازمانی کاربرد نه، تو اجرای معماری سازمانی میتونه. دقیقاً. البته از اونجا باید در نظر گرفته باشه که چجوری این کار انجام بشه. ولی در حقیقت در سطح برنامه‌ریزی چیز خاصی نداره.